اگه تو هم یه عمر فکر می‌کردی درست کردن حلیم لطیف و کشدار خیلی سخته، باید بگم سخت اشتباه کردی. امروز میخوام تمام فوت و فنش رو بهت آموزش بدم که از 1 کیلو تا 100 کیلو رو بتونی بهتر از حلیمای بیرون درست کنی. گندم‌های پوست گرفته رو از 24 ساعت قبل خیس کنید و با 10 لیوان آب و یک قالب کوچیک کره با در باز 2 ساعت بذارید بپزه. گوشت رو همراه پیاز، نمک، فلفل سیاه و کره و آب بپزید. میتونید از گوشت گوساله، گوسفندی یا گردن استفاده کنید. بعد از پخت گندم‌ها رو با گوشتکوب برقی یا میکسر کاملا له کنید و از صافی رد کنید تا پوستش کاملا گرفته شه. با این روش دیگه نیاز نیست نگران پوست گندم باشید، به راحتی جدا میشه. این کار خیلی توی لطیف شدن حلیم تاثیر داره. حلیم رو داخل قابلمه برگردونید و 2 لیوان آب گوشت بهش اضافه کرده و مخلوط کنید. گوشت رو هم ریش ریش کنید، کمی از مایع حلیم بهش اضافه کرده و با گوشتکوب دستی بکوبید تا کاملا از هم باز بشه. بعد به حلیم اضافه کنید. در این مرحله با گوشتکوب دستی بکوبید تا گوشت داخل حلیم باز شه. این کار باعث کشدار شدن حلیم میشه. در آخر نیم ساعت با شعله کم بذارید بجوشه تا به غلظت مناسب برسه. بعدم با هر چیزی که دوست دارید تزیین کنید. من از مخلوط روغن حیوانی و پودر دارچین، کنجد و پودر نارگیل استفاده کردم که مزه‌شو رو بی‌نظیر میکنه. راستی شما حلیم رو با نمک دوست دارید یا با شکر؟ خوشحال میشم نظرتون رو واسمون کامنت کنید.